دانشجویان عزیز، لطفاً عضو کانال ما بشوید و کانال خودتان را سابسکرایب بفرمایید. زنگوله را هم به صدا در بیاورید تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید. حمایت شما از این کانال باعث دلگرمی ما در تولید ویدیوهای بیشتر و با کیفیت خواهد بود. سلام عرض میکنم خدمت همه شما. من علیرضا شاهوزایی هستم، مدرس ریاضی. این جلسه ارتباط بین مجموعه های آ، بی، آ اشتراک بی، آ اجتماع بی، آی منهای بی و بی منهای آ رو توضیح میدیم. این جلسه بحث خیلی مهمیه و غالبا نکات تستی بر اساس مباحثی هست که این جلسه مطرح میکنیم. هدف این جلسه این هست که اگر ما یه مثالی داشته باشیم به این شکل، عرض کردم ما نمودار ون رو برای مجموعه ها در نظر میگیریم. الان ببینید توی این مثال ما مجموعه آ را اعدادش رو داریم 1، 8، 7، 5 و 6 اعدادی هستن که خب مجموعه آ رو تشکیل میدن. اعداد مجموعه بی هست 2، 3، 9، 5 و 6. اینا اعدادی هستن که مجموعه بی رو تشکیل میدن. یه سری از عددها مشترکن بین آ و بی. پس مجموعه آ رو تعریف کردیم، بی رو هم تعریف کردیم. اعداد مشترک بین آ و بی که همون 5 و 6 هست میشه آ اشتراک بی. یعنی اعداد 5 و 6 میشه اشتراک آ و بی. خب بچه اجتماع آ و بی چی میشه؟ اجتماع آ و بی یعنی تمام عناصر مجموعه آ و اون قسمتی که مربوط به مجموعه بیه، یعنی همه عددا رو یک بار میایم در نظر میگیریم و به کل این قسمت، یعنی به دایره مشکی و دایره سبز با همدیگه میگیم اجتماع آ و بی. یعنی شما اعداد 1، 8، 7، 5، 6، 2، 3 و 9 رو اگر بیاید کنار هم بنویسید اینا میشن چی؟ میشن آ اجتماع بی. حالا میریم سراغ آ منهای بی. بچه کدوم عضوها فقط مال آ هستند؟ فقط مربوط به آ هستند. 1، 8 و 7 فقط مال آ هستند. خب اینا میشن آی منهای بی. خب کدوم عضوها فقط مال بی هستند؟ اعداد 2، 3 و 9 فقط مال بی هستند. پس میشه بی منهای آ. خب اگر ما بیایم و عددها رو حذف کنیم و این نمادها رو بنویسیم، اعداد 1، 8 و 7 رو پاک کردم، همون آی منهای بی بود. پس میام مینویسم آی منهای بی رو این قسمت، آی منهای بی. اعداد 5 و 6 اعداد مشترک بین آ و بی هستند. خب 5 و 6 رو هم حذف میکنیم، 5 و 6 رو هم حذف میکنیم و نمادش رو مینویسیم که همون آ اشتراک بی هست. اعداد 2، 3 و 9 رو هم از مثال حذف میکنیم، میشه بی منهای آ. پس اون قسمت هم میشه بی منهای آ. اعدادی هستن که فقط مخصوص بی هستن، میشه بی منهای آ. خب حالا ارتباط هایی رو ما داریم. آ منهای بی یعنی این هلال، آ اشتراکی بی یعنی این قسمت بیزی که این وسط داریم و بی منهای آ یعنی هلالی که سمت راست هست، بی منهای آ. و کلش هم که میشه چی بچه ها؟ یعنی دایره آبی و دایره سبز رو اگه رو هم بریزیم میشه چی؟ میشه آ اجتماع بی. حالا ارتباطاتی که ما میتونیم تعریف بکنیم بین اینها خیلی مهم هست و مبنای قالب سوالات تستی هست و قالب سوالات امتحانیتون هست. نکته اول بچه به کل این ما چجور میتونیم برسیم؟ اگه بیایم آی منهای بی رو اضافه کنیم، یعنی اجتماعش با آ اشتراک بی و اجتماع بی منهای آ به کل میرسیم. پس کل این اعدادی که ما داریم آ اجتماع بی میشه چی؟ میشه آ منهای بی
آ منهای بی اجتماعش با آ اشتراک بی و اجتماعش با چی؟ با این قسمت سبزه، اون هلالی که سمت راست داشتیم، بی منهای آ. پس این اولین نکته‌ای هست که ما استفاده خیلی زیادی میکنیم. یعنی کل این نمودار تشکیل شده از 3 تا قسمت: قسمت مشکی، قسمت قرمز و قسمت سبز. حالا مشکی با آی منهای بیمون بود، قرمزه آ اشتراک بی و سبزه بی منهای آ. اگه اینا رو هم بریزیم، یعنی اجتماعش رو در نظر بگیریم، کل میشه که همون آ اجتماع بی. ببینیم اجتماع قسمت مشکی یعنی آی منهای بی مشکیه و قرمز چی میشه؟ بچه مشکیه میشه این هلال و قرمزه میشه این هلال. اجتماع این دوتا با هم دیگه میشه مجموعه آ، یعنی دوتا رو هم ریخته بشن آ رو درست میکنن. پس مشکیه آی منهای بی اجتماعش با قرمزه یعنی آ اشتراک بی میشه مجموعه آ. جوابش میشه آ. اینم نکته بعدی. حالا سراغ نکته بعدی. بچه به من بگید اگر قسمت قرمز و سبز رو با هم در نظر بگیریم روی هم به چی میرسیم؟ یعنی آ اشتراک بی اجتماعش با بی منهای آ، آ اشتراک بی اجتماعش با قسمت سبزه یعنی بی منهای آ. اگر قسمت قرمز رو در نظر بگیریم و قسمت سبز مجموعش میشه بی. این هم نکته بعدی. اگر داشته باشیم آ اجتماع بی و بیایم کم کنیم قسمت قرمزه رو، یعنی از کل بیایم قسمت قرمزه رو کم کنیم، بچه ها به چی میرسیم؟ به اون دوتا قسمت فقط آ و فقط بی میرسیم. یعنی به قسمت مشکی و سبز میرسیم، فقط آ و فقط بی. پس اگر از کل بیایم قسمت مشترک رو کم کنیم، آ اشتراک بی رو کم کنیم، از کل قسمت مشترک قرمز رو کم کنیم، میشه چی؟ اجتماع مشکیه و سبزه. یعنی آی منهای بی اجتماعش با قسمت سبز یعنی بی منهای آ. خب اجتماع مجموعه آ و قرمزه چیه بچه ها؟ اجتماع مجموعه آ و قسمت مشترک یعنی آ اشتراک بی مجموعه آ و قسمت مشترک اجتماعش میشه خود مجموعه آ. خب بچه اشتراک آ و اجتماع آ و بی چی میشه؟ اجتماع آ و بی میشه کل این قسمت، اشتراکش با آ میشه خود مجموعه آ. خب رابطه بعدی که داریم آ منهای بی، بچه آ منهای بی قسمت مشکیه بود، اجتماعش با بی میخوایم ببینیم چی میشه. آ منهای بی قسمت مشکیه است و کل بی. بی هم از چی درست شده بود؟ از آ اشتراک بی و بی منهای آ درست شده بود. حالا بچه اجتماع این سه تا میشه چی؟ چون سوال گفته آی منهای بی، آی منهای بی میشه مشکیه و چی؟ اجتماعش با بی. بی هم از آی اشتراک بی و بی منهای آ درست شده بود. از این دو تا قسمت اجتماع این سه تا قسمت میشه آ اجتماع بی، میشه کل، میشه آ اجتماع بی. اینم نکته بعدیمون. حالا بچه نکته بعدی، اگر از آ اجتماع بی بیایم بی رو کم کنیم ببینیم به چه رابطه‌ای میرسیم. از کل بیایم دایره سبز رو کم کنیم، حذف کنیم سبزه رو. پس از کل اگر ما بیایم دایره سبز رو حذف کنیم چی میمونه؟ میمونه فقط آی منهای بی.
پس این هم نکته بعدی که داریم میشه آی منهای بی. پس اگر از کل بیایم دایره سبز رو کم کنیم میشه قسمتی که فقط متعلق به مجموعه آ هست. خب بچه‌ها اگر از کل یعنی آ اجتماع بی بیایم آ رو کم کنیم چی میشه؟ اگر از کل بیایم آ یعنی دایره مشکی رو کم کنیم، دایره مشکی رو حذف کنیم دایره مشکی رو، میمونه فقط بی منهای آ، فقط عضوهایی که متعلق به مجموعه بی هست. بله میشه بی منهای آ. خب حالا میتونیم رابطه‌ای که قبلا داشتیم رو بچه‌ها بهش برسیم. آ منهای اشتراک آ و بی، اشتراک آ و بی، دایره مشکی رو در نظر بگیریم به عنوان مجموعه آ و بیایم قسمت غیر ازش حذف کنیم، فقط میمونه آی منهای بی، یعنی هلال سمت چپ فقط ایجاد میشه و فقط داریم آی منهای بی. خب به طریق مشابه اگر بیایم بی رو در نظر بگیریم و قسمت مشترک آ و بی رو ازش کم کنیم، آ اشتراک بی رو ازش کم کنیم بچه ها، اگر دایره سبز بیایم قسمت مشترک قسمت قرمز رو کم کنیم قسمت سبزه به دست میاد. پس اگر از دایره سبز کل دایره سبز قسمت قرمز رو حذف کنیم قسمت سبزه که بی منهای آ هست به دست میاد و جوابمون میشه بی منهای آ. مثال بعدی میگه اگر آ و بی به صورت زیر تعریف شده باشه مطلوب است بی منهای آ اشتراک بی. بی منهای آ اشتراک بی رو ازتون خواسته. خب مجموعه آ رو داریم چی؟ بچه عددش رو میتونیم قرار بدیم. مجموعه آ رو به شما دادن 0 1 2 4 5 و مجموعه بی رو دادن 0 1 3 و 8. بچه میبریم تو دل نمودار ون و این عددها رو تو قالب نمودار بنویسیم. بچه ها بگیم مجموعه آ عددهای 0 داره، 1 داره، 0 پایین هم هست، مشترکمون هست. پس میام عدد 0 رو اینجا می نویسم به عنوان عضو مشترک. بعد عدد 1 رو بالا داریم پایین هم داریم، پس این وسط می نویسم. عدد 2 رو پایین نداریم، این عدد 2 فقط مخصوص آ هست. بعد عدد 4 رو پایین ندارم، تو مجموعه بی ندارم، فقط مال آ، پس 4 هم اینجا می نویسم. عدد 5 هم تو مجموعه بی ندارم، فقط عضو مجموعه آ هست. پس 0 و 1 مشترکان، 2 4 و 5 هم فقط مال آ بود. حالا میریم سراغ بی. اعداد 0 و 1 مشترکا بود که نوشتیم قبلا. دو تا عدد دیگه ای که داریم اعداد 3 و 8 هست. 3 و 8. خب الان ما میتونیم تعریف کنیم، میتونیم خیلی راحت بگیم آی منهای بی یعنی فقط مال آه. چه عددهایی؟ 2 4 5. تمام. اعداد 0 و 1 مشترکان آ اشتراک بی اند و اعداد 3 و 8 فقط مال بی اند، میشه بی منهای آ. حالا از شما چی خواسته؟ میگه از بی یعنی از دایره سبز بیا قسمت مشترک رو حذف کن. قسمت مشترک رو حذف کن بچه فقط میشه چی؟ میشه فقط بی. فقط بی هم با بی منهای آ نشون داده بودیم. منظور از این یعنی بی منهای آ رو بیا بنویس. خب بی منهای آ یعنی اون عضوهایی که فقط مال بیه. فقط مال بی چی بود بچه ها؟ 3 و 8 بود. پس بی منهای آ یا بی منهای آ اشتراک بی تعریف هم کرده بودیم. بی منهای آ یعنی بیا رو در نظر بگیر و قسمت آ رو حذف کن ازش. قسمت آ قسمت مشترک ها بود که حذف کرده بودیم و بی منهای آ اشتراک بی همون بی منهای آست و جواب 3 و 8 هست. خب تست بعدی رو داریم. میگه کدام یک از گزینه‌های زیر غلطه؟ بر اساس نکاتی که توی این جلسه گفتیم دوستان میتونن جواب رو تو قسمت کامنت بنویسن.
دانشجویان عزیز، لطفاً عضو کانال ما بشوید و کانال خودتان را سابسکرایب بفرمایید. زنگوله را هم به صدا در بیاورید تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید. حمایت شما از این کانال باعث دلگرمی ما در تولید ویدیوهای بیشتر و با کیفیت خواهد بود.